معاشرت اجتماعی روند پیری بیولوژیک را کند می‌کند و حتی طول عمر سالمندان را افزایش می‌دهد. یعنی سالمندان بالای 60 سالی که خیلی معاشرت اجتماعی بالایی دارن نشون داده که اینا طول عمرشون از افراد منزوی بیشتره. بعد شما هی بگو چرا هی میرید استوری مردم رو ریپلای می‌کنی آتیش می‌فرستی. همین معاشرت. آقا معاشرت خیلی چیز مهمیه، باید داشته باشیم. یا مثلا چرا میری تو دایرکت دخترا میگی سلام بیداری یا نه؟ برای اینکه میترسیم تنها بمونیم، از منزوی شدن میترسیم. یا مثلا چرا به هر کی سر راهمون قرار میگیره پیشنهاد میدیم؟ برای اینکه ما از مرگ میترسیم واقعا. من یه اکانت فیک دارم، خیلی وقته اونجا خیلی از مرگ میترسم. مثلا تو اون اکانت من همش میترسم بمیرم. قبلا همینجوری بود دیگه، ما 14 15 سالگی و اینا مثلا تو ویچت و وایبر و فلان و اینا شارژ می‌خریدیم برای معاشرت. شارژ می‌خریدیم می‌فرستادیم معاشرت کنن، چون ما از همون موقع از مرگ می‌ترسیدیم به خدا.